به نظر تو این چاله چند نفر از ما رو زخمی کرده؟ من یقینا میگم این چاله هر کسی که اومده تو این خیابون تردد کرده که بره سمت تعویض پلاک شهریار، یه دستی به سر روی اون بنده خدا کشیده. این چاله‌ای که میبینید دست من در مقابلش هیچیه. نگاه کنید واقعا، یعنی دست من در مقابل این چاله هیچیه. یعنی حدوداً 7 15 برابر دست منه. هر کسی وارد این چاله بشه، رینگ و لاستیک و جلوبندی و شاسی ماشینش فاتحش خونده است. این چاله رو ما اومدیم اول با سنگریزا داخلش رو پر کرد که کامل بپوشونیم با سنگریزه که سیمان کمتری استفاده کنیم. بعد اومدیم با ملات و سیمان زیاد و یک مقدار گچ داخلش که آب سیمان و ملات رو سریع خشک کنه. خیلی هاتون هم گفتید که داخل چاله ها حتما آب بریز، که دیدید طبق تصویر آبم ریختیم داخل چاله. دستتون درد نکنه. این نظرات فنیتون رو حتما کامنت کنید. و عشقای دل، هر کسی چاله‌ای تو منطقه خودش داره که میدونه این چاله خیلی خطرناکه، حتما کامنت کنه تا ما سریعا تو اولین فرصت خودمون رو به اون چاله برسونیم تا ترمیمش کنیم، تا خدای نکرده کسای بیشتری آسیب نبینه. پس از شما خواهش میکنم که این کلیپ رو حتما لایک و شیر کنید، حتما ما رو فالو داشته باشید و موقعیت چاله هاتون و لوکیشنش رو حتما زیر این پست کامنت کنید. و این چاله هم که ما پر کردیم فرداش اومدیم سر زدیم بهش که میگفتید این چاله دوام نمیاره، 24 ساعت اول میپوکه. خیالتون راحت باشه، این نمونه چاله‌ای که پر کردیم میبینید که کاملا سفت و محکمه. خیالتون راحت. دوستتون دارم.